دختری که اصلا هیچی نمینوشت امروز 50 تا مداد رو تموم کرده تا یه سری اعداد عجیب رو روی کاغذ بنویسه. معلم برگه رو ازش میگیره. این برگه ها رو میذارن توی کپسول و قراره 50 سال بعد در این کپسول رو باز کنن. 50 سال میگذره و روز باز کردن کپسول فرا میرسه. یه پسر اون اعداد گیرش میاد و توی همون لحظه یه مرد سیاه‌پوش رو اون دورا میبینه. اون برگه رو میبره و میده به باباش که یه محقق هستش. باباش زیاد اهمیتی نمیده، حتی لیوان خیسش هم روش میذاره. اما یه دفعه سری اعداد توجهشو جلب میکنه. حادثه 11 سپتامبر و تعداد نفراتی که مردن. برگه و تاریخا رو چک میکنه و میفهمه که اینا همه تاریخ حوادث و تعداد نفرات مرده هستن. اما از یه سری از اعداد توی این برگه سر در نمیاره. یه روز توی ترافیکی که بره به دنبال پسرش مدرسه که متوجه میشه که اعدادی که نمیفهمی در اصل مختصات هستن و یکی از حوادث با جایی که اون هستش مطابقت داره. پس میره از ماشین بیرون تا علت ترافیک رو بفهمه. اما پلیسی که ازش سوال میپرسه یه دفعه رنگ صورتش میپره و فرار میکنه. وقتی که مرد برمیگرده یه صحنه خیلی عجیب رو میبینه. پشما.